سلام و شب بخیر به همه برابرعکس. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. پرینس آف آرت هستم. خوش اومدیم به یه ویدیوی لدر دیگه. رفقا امروز اومدیم این دک لاوا رو تست بزنیم. تقریبا میشه گفت لاوا کلاسیکه ولی با نسخه والکری دیگه و این اسپل جدید وانگز که به جای زپ آوردیم و بریم سراغ بتل اول. 2 بتلمون مونده تا لیگ 6. خیلی وقت بود که ویدیو نذاشته بودیم و گفتیم همینو ویدیو کنیم دیگه. خب سریع مورتار انداخت حریف، به تته پته افتادیم. خب یه دونه مگا مینیون از ته. خب ابیلشو فکر کنم بزنه حاجی. خب اشتباه کرد به نظرم، نباید میزد ابیلیتیشو. خب یه بالون سمت چپ میندازم، یه دونه اسپل وانگز. بالون دوتا رو میزنه، نه یه دونه میزنه، یه دونه. خوبه، دمیج خوبی دادیم همین اول کار. اسپل جدیدی که حاجی خیلی خوبه به نظرم. اگه میتونید مکسش کنید و بیارید توی دکتون، چون واقعا جوابه حاجی. اسکلت کینگ اوکی. ببینیم جرأت میکنه مورتارشو بندازه یا نه. بعید بدونم مورتارشو بندازه حاجی. خب یه والکری دستم رو فایربال واسه آیس ویز. اون کنون کارته همونجا بمیره خیلی خوب میشه. حالا میتونه مورتارشو استفاده کنه. ببینیم از کدوم جهت میندازه. خب اکسیر دوب شد. سریع بیبی دراگسته. این و یه دونه مگا مینیون به علاوه اسپل وانگز دفاع رو ایزی جمع میکنه حاجی. خیلی کارت خوبیه، هم توی دفاع کاربردیه هم توی حمله. خب ببینیم مورتارشو میندازه یا نه. فکر کنم پشتشو نه توی دفاع انداخت حاجی. خوبه. یه دونه والکری. اینور مجبورم یه فایربال رو بزنم. اینور یه دونه سری بالون. مرسی، عالی عالی، مرسی. دمیج و جی جی دیگه. گود گیم. خب بریم سراغ بتل بعدی و سریع برسیم لیگ 6. خب حریفمون مثل این که عربا هم دکای تاکسیک زیاد پلی میدن. امیدوارم این تاکسیک نباشه دیگه. خب فکر کنم گریو خورده. گریو هم این سیزن حاجی خیلی زیاد شده به لطف این اسپل جدید و اینا. وای نترید، نباید توی این پله نت اذیت میکرد. آنتن فولو ولی نت نیست متاسفانه. سری بیایم بیرون و سری حاجی سری. نمیدونم این شانس منه یا چیه حاجی. چرا باید نت اینطوری بشه توی این کاشی، توی این سطح آخه. آنتن فوله ولی
باز نمیکنه دیگه، بدبختیه به خدا. دیگه بعید بدونم حریف دیگه اینقدر اسکل باشه بازی نکنه. ببینیم دکشو. بله متاسفانه گریویارد بود و ضدمون بود، ولی بازم کاریش میشد کرد. حالا حیف شد که نتمون ادا داد. سریع تنبستون دک بریج اسپمه خورده بهمون. سریع لاوا کوره و احتمالش هست آرچر کوین هم حتی بیارن اینا. حالا ببینیم کدوم ورژنشه. یه بالون اینجا، این کاشی دقیقا الکتروویز پویزن میزنه. یه وانگ زوم ور میزنم که تاور رو بگیریم دیگه. البته دیگه تقریبا افتاده است. زپ هم چرا زد نمیدونم. تاورش ایزی رفت. مرسی. سریع تنبستون. البته کاش والکری مینداختیم، چون الان بتل رم بندازه چیزی نداریم، اذیت میشیم. اون موقع باید 2 تا کارت بندازیم واسه مهار بتل رمش. حالا ببینیم یه بیبی ای وای بگیر رو مینیونا. خوبه. تاور بزن اونا رو. تاور بزن دیگه. وای پکاس هاجی. این بر سریع یه دونه مگا مینیون. خب حاجی چیزی هم نداریم. سریع بالون این بر سپر کنیم حداقل. خوبه. یه تنبستون اون بر بتل رم بندازه. اوضاع خیت شد حاجی. امیدوارم بیاد سمت این. مرسی. و یه والکی تکامل و یه وانگ. مرسی. دفاع حاجی دفاع عالی بود. ناموس دفاع بودیم. سریع مگا مینیون به علاوه تنبستون دفاع رو بچسبیم بردیم حاجی. خب 20 ثانیه بیشتر نمونده. سریع اسپل وانگز بیافتادا. وای نه، یه بربر در رفت. نزنه. خوبه. زپ زد و تاورمون رو گرفت. ای لعنت بهت. این ور یه دونه لاوا، یه تنبستون، یه دونه بالون. ای وای. یه دونه اسمش چی بود یادم رفت. وانگز الکتروویزشو زده. بالون یه دونه بزند برگر. یه والکری. البته پکا میندازه دیگه. بازی حساس شد. خب یه مگا مینیون انداختیم که پس مینیونا رو بزنه. وای نه. سریع اسپل گوبلین میگم. فایربال. خوبه حاجی. اون بربره چطور در رفت؟ خدا وکیلی کار دستمون داد. یه دونم اینجا بیبی دراگیوو. خوبه.
اینور سریع راش اسپل وانگز بزن دادا اونا رو بزن حاجی بزن بالا این یکی دیگه یه دونه فایربال پیش بینی مرسی وقت تموم شد حاجی دیگه نمیتونی البته بازی رو برده بودیم الکی وقتمون تلف شد به خاطر این یه بربر در رفت و تاورمون انداخت وگرنه سریعتر از اینا میتونست تموم بشه این بتل. خب بریم سراغ بتل آخر. امیدوارم که دیگه نت نرینه حاجی. بیا نگاه کن یه دونه لود نمیشه. خب یاکوزا تاپ چاینه. خب سریع تنبستون نو دمیج اوکی. فکر کنم حاجی هوک سایکل باشه 2-6 یا زلزله نمیدونم حالا بستگی داره. وای لعنت بهش حاجی تو این سطح دیگه نباید میس بدیم دیگه. نه امیدوارم این فایربال کار دستمون نده. خب یه لاوا از این کاشی یه والکری خوبه. این ور فکر کنم بالون بریم حاجی. امیدوارم تسلایی چیزی نداشته باشه فقط. خب یه بالون خوبه با کنونه میشه زدینه. نمیدونم چطور سایکل کرد باز اومد دستش. حاجی اون ور ولش دیگه باید. خب دیگه گرفتیم تقریبا تاور ترید کردیم. تمرکز کنم من یکم. خب سریع مگا مینیون به علاوه لاوا خوبه. سریع اسپل وانگز یه دونه هم بالون. حاجی میخواد بیاد سه ولش میکنم اینو بذار بزنه تا صبح بزنه. حاجی چرا اونجا خورد وای پشمام ریدم. جیجیه دیگه ول کن حاجی بازی رو. اون فایربالم واسه کرکر زدم گفتم الان از اونجا میندازه که مثلا پیش بینی نشه ولی به این تو این حد نبود. اوکی جی گود گیم. مچابو داشتیم حاجی مچابو خیلی داشتیم. البته خیلی میس دادم 2 تا میس گنده دادیم و خب بریم یه بتلم توی لیگ 6 بزنیم دیگه. لیگ 6 سلام. باید زودتر از اینا تموم میکردیم. من این سیزن اصلا از خودم این انتظار رو نداشتم که مثلا 5-6 روز یعنی یه هفته تقریبا رد شد و من هنوز لیگو تموم نکردم. حاجی وین ریتمونم که ریده اصلا. همون ابتدای کاری که این کارت اومده بود وانگز خیلی باف بود. بعد
یه روز فکر کنم نرفش کردن و این صحبت ها و خلاصه که هنوزه بازم استفاده میشه و ضد تقریبا لاوالونه. حالا این حریفمونم اسپارکی پلیره، اگه نه گلم، میگم گلم پکاه. کینگ تاورش رو اکتیو کرد، قشنگ بود حرکتش. خب ببینیم چیکار کنیم حاجی. اینجا یه دونه اسپل وانگز میزنم که اینا یکم فریز بشن. خب حالا یه فایربال. ببین از اون کاشی داره بیبی دراگ و راکت میکنه. آخه من به این چی بگم آخه. خب فکر کنم حاجی نه اون ورژن نی. اینم اسپل وانگز داره به احتمال، البته که زد دیگه. الان هواییزم فکر کنم یه دونه داره. ببینیم میتونیم. آها خوبه. اینو با یه تومستون میگیرم. نمیزنه. پرینس نباید میزد حاجی، پرینس نباید میزد. چطوری دش کرد خدا وکیلی، چطوری دش کردی. اوکی یه دونه بیبی دراگون. به علاوه والکری و یه دونه اسپل وانگز، علاوه فایربال. مرسی. دفاع رو که کردیم. حالا وقت حمله است. سریع مگامینیون. امیدوارم که بیبی دراگ تو سایکلش نباشه. البته باشه هم ایولوشن نیست. خوبه. سریع اینجا یه دونه والکری، اسپل وانگز. حاجی میزد، به خدا میزد. ریسک نکردم دیگه، زدم. البته اونم الان تو دستش داره. خیلی کارمون سخت شده. دکه هم خیلی ضدمونه. این کاشی یه دونه تومبستون. یه دونه اسپل وانگز. مرسی دفاع، مرسی دفاع حاجی، بنازم دفاع. خوبه. البته بیبی دراگش رو استفاده نکرده. خب حالا انداخت. یه نمه دمه بینیم. بالون رو نمیندازم فعلا. خب این حمله بتونیم خوب دفاع کنیم. ضد حملهش بالون رو میکنم چون والکری هم داریم. فکر کنم حریف هم اینو میدونه. سریع اسپل وانگز. عالی. پرینس برو عقب. یه تومبستون. بالون یکی دم. جی جی. خدا وکیلی این دک خوبیه. دک لاوا بالون. حالا من سوتی اینا زیاد دادم و به هر حال تونستیم این لیگو تموم کنیم. نت هم که اذیت کرد و حالا این ورود به لیگ اولتیمیت چمپیون هم ویدیوشو میگیرم و براتون میذارم تا ویدیو بعدی. خدایا رو نگهدارتون.